سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید. بچه داخل این ویدیو براتون یه DNS آوردم که راحت میتونید باهاش برید داخل گیم، پینگ پایین بگیرید، چه کلاسیک چه TDM. سرور این DNS سرور ترکیه است. بعد از 3 هفته داریم ویدیو میذاریم. بچه ها حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید چنل رو و حتما توی چنل تلگرام جوین بشید. اونجا براتون بیتوری و انواع VPN ها مثل ویندسکرات، مثل پیور، مثل اکسپرس براتون میذارم که به مشکلی بر نخورید موقع وبگردی و امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه. یه سری کیل براتون گذاشتم در ادامه ویدیو از همین DNS و تست کاملش که ببینید. VPN یه چیزی نمیذارم براتون کلیک بیت باشه ویدیو، قشنگ میبینید. میرم داخل گیم، پینگ همه چی اوکیه، نتم هم نت خط همراه اوله. همین دیگه، بذارید بریم سراغ ویدیو. آقا قبل از این که براتون کیلا رو بذارم بیاید یه تست کنیم ببینیم داخل گیم میره. این خط رو خوب دقت کنید، IRMCI اوکی، همراه اول نت خط دیگه. DNS رو آخر ویدیو نشون میدم، فقط الان میخوام تستشو بگیرم که قشنگ ببینید ویدیو کلیک بیت نیست اصلا. خب روشن میکنیم این ویدیو اوکی. اوکی تست. این لابی رو ببینید 142. حالا این به خاطر ریجن متغیره اوکی، فرق میکنه هر ریجن. الان داخل میدونی مشخصه کاملا. ببینید اصلا یه روم میسازم که ببینید برای هر ریجن و هر سرور فرق میکنه بچه ها. به منطقه تونم خیلی ربط داره که چه پینگی بگیرید. میده 20 69 میده اوکی. حالا بذارید ما بریم یه دونه ارنگلش هم تست کنیم ببینیم پینگ چند میده. کلا کلاسیک پلیر نیستم، حالا به خاطر اونه که پلیرهای درست حسابی نمیندازه. فقط پینگو بگیریم در میایم. پینگو ببینید، بذاریم یکم بگذره. دیگه فقط کیلا رو ببینید، لذتشو ببرید.